دوستان عزیز، ارادت ساعت یا بلوک هیدرولیک گیربکس آیل 4 نصب شده روی خودروی 206 پارس L90 ساندرو مگان 407 رنو داستر. همونطور که مشاهده میکنید بلوک هیدرولیک شامل چندین شیر برقی میشه که خدمتتون عرض کنم. روی این نمونه ساعت 6 تا شیر برقی داریم و 2 تا شیر برقی اصلی که یکیش برای لاکاپ یا توربین و دیگری برای فشار اصلی گیربکس هستش. موقعی که شما دیاک میزنید برای ایبیابی این گیربکس ممکنه گاهی اوقات بهتون خطای خرابی شیر برقی شماره 3 4 5 یا هر کدوم از اینا رو بده. توی این گیربکس و توی این ساعت خیلی کم پیش میاد، به ندرت 1% احتمال این هست که این شیر برقی ها خراب بشن. معمولا زمانی که این ایراد رو میندازه روی دستگاه دیاک به شما نشون میده خرابی مربوط به شیر برقی فشار اصلیه. زمانی که خودرو سرده هیچ گونه مشکلی نداره و به محض داغ شدن میره روی حالت اضطراری و تقه میزنه، گاز هرز میخوره یا روی حالت اضطراری گیر میکنه. باید خاموش کنید، خودرو خنک شه، دوباره به حالت عادی خودش برمیگرده. این یکی از ایراداتشه. ایراد بعدی برمیگرده به دست سیم TCU. خود این پایه های سوکت گشاد میکنن. این سوکت ها پینای داخلش گشاد میشه یا نریه که داخل میره به عقب هول داده میشه که باید مجدد شارژش کنید و خطا از بین میره. خطای بعدی که خیلی رایج هستش روی گیربکس آیل 4 سنسور فشار، بالا بودن فشار روغن است و پارامتر اشتباه میندازه، تقه میندازه بین تعویض دنده ها و باز هم گیربکس رو میندازه روی حالت اضطراری. سنسور فشار گیربکسه که زیر گیربکس نصب میشه، به علت بالا بودن دما سیم ها پوستش از بین میره، لخت میشه و به هم دیگه میچسبن. این هم یکی از ایرادهای رایج در این گیربکس هستش. خدمتتون عرض کنم که این پارت اول آموزش تعمیرات گیربکس آیل 4 هستش. حتما توی یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که پست‌های بعدی براتون نمایش داده بشه.